افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. بچگان هر قدر کلانتر می شدند همان قدر حسنشان می افزود، زیباتر و برناتر می شدند. پادبان عمارت‌های خوشروی ساخت، چارباغ سبز کرد. بچگان دل خوش و کیفشان چاق، غمشان دور بود. رفته رفته خواهر و دادر به وایه رسیدند. پسر تیر و کمان گرفته به شکار می رفتگی شد. به کوه و بیشه ها رفته جاندارها را شکار کرده می آورد. دختر صیدها را تازه کرده هر خیل طعم‌های با مزه و با لذت می پخت. روزی پادشاه در یک دره کوهی شکار می کرد و ناگاه از دور جوانی را دیده ماند که نور رویش اطراف را خورشید برین روشن می کرد. در عمر خود این خیل حادثه را ندیده بود. به اختیار به سوی جوان اسب راند. جوان پیشواز رفته با ادبانه سلام داد. پادشاه پرسید که او کیست؟ در کجا استقامت دارد؟ من پسر پادبان، گفت جوان. خانه ما در همین نزدیکی ها. کاش که همی خیل پسر می داشتم، فکر کرد پادشاه و زخم دلش تازه شده آهی سرد کشید. جوانی نازنین خالدار با او بسیار و بسیار معقول شد. پادشاه او را به مهمانی تکلیف کرد. اگر پدرم رخصت دهند می روم، گفت جوان و بیگاهی برگشته واقعه را به پادبان نقل کرد. پادبان به خیال رفت. کار نغز نشده است، گفت در دلش. عاقبت این کار خوب نمی شود. اما چه علاج که گپ پادشاه را گردانیدن ممکن نیست. وای جوان را به مهمانی گسیل کرد. زن پادشاه موی زرین و خال مشکین بچه را دیده فهمید که همان پسر پادشاه است و بر دلش الاو افتاده به خانه دایه رفت. کنی، گفت زن، دندانهایش را شقراز زنانده. جان شیرین یا تیلا؟ هر دویش هم شیرین، جواب داد کمپیر ترسیده و لرزیده. این خیل باشد، گفت زن. راستی گپ را گوی، کودکان پادشاه را چیکار کردی؟ کمپیر حس کرد که سیرش فاش شده است. ناعلاج حقیقت واقعه را گفته داد. به حال من رحم کنید و از یک قاشق خونم گذارید، گفت کمپیر. این دفعه من به مقصدتون میرسانم. زن پادشاه با کمپیر تیلوی زیاد وعده داد و خاطر جمع شده رفت. کمپیر همان زمان به بازار رفته سوزن و اسمه و سرمه خرید و کوه و بیابان طی کرده به نزد پادبان آمد. این زمان دختر در کنج باغ میوه میخونداشت. ناگهان به گوشش صدای رسید. کسی مالهایت داری، سقی چو سوزن، اسمه و سرمه، گویان آواز می برآورد. دختر به نزد دروازه آمده نگاه کرد که یک کمپیرکی فرتود ایستاده است. دختری عزیزم، گفت دایه،
با هر کسی که اینجا هست خبر ده و گوی که پیرزن از شهر مالهای عطاری آورده است. در اینجا غیر از من کسی دیگر نیست؟ گفت دختر. نخواد، گفت کمپیر تعجب کرده. تو همیشه همین خیل تنهایی؟ همیشه همین خیل. اکم هر روز به شکار برآمده می روند. پدرم باشد پادبان. از سحر تا شب در کوه و صحرا. من تمام روز تنهایم. های های، گفت کمپیر. از تنهایی زیق شده کفیده رفتن هم ممکن ها. و تو آینه جهان نما در کار که پیشت مانده عالم را تماشا کرده شینی. این خیل آینه حضور جان. من کواباره کار زیق نمی شدم، لیکن البته آینه شما گفتگی می بود نقص می شد. اما این خیل آینه رو از کجا یابم بیبی جان؟ یافتنش دشوار نه، گفت کمپیر. برادرت صیاد بوده است. از پی صید به جایهای دور می رود. خواهش کن، یافته می آید. اگر نگوید گریه کن. آبی دیده ایت را دیده رحمش می آید و البته خواهشت را اجرا می کند. بیگاهی دخترک پیشوازی برادرش نبرآمده در کنج صوفه گریه کرده نشست. با تو چی شد؟ چرا گریه کرده نشسته ای؟ پرسید برادرش. من چرا گریه نکنم؟ گفت دخترک سرش را از بین زانوهایش برداشته. شمایان مرا پرتافته می روید. روز تا بیگاه تنهایم. زیق شده می شینم. در دنیا آینه جهان نما گفتنی چیزها بوده است. اگر این خل آینه در پیشم می بود دنیا را تماشا می کردم و اینقدر زیق نمی شدم. گپی دختر با برادرش معقول شد و وی پگاهی روزی دیگر به جستجوی آینه جهانما برآمده رفت. از یک عقبه زیر برف گذشت، از دو عقبه گذشت، عاقبت به کوه رسید که مانند بلور شفاف بود. در تگی کوه در لب چشمه‌ای که آینه بر این صاف بود، عصا در دست یک پیرزن می ایستاد. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام